سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. از یک شنبه تعطیل ما و من و خواهر و خواهرزادم امروز دعوت شدیم مندی، یه مندی خوشمزه توی منطقه دیره براتون میذارم. اومدین دبی، حتما بیاین تست کنید. دعوت دوستامونیم و اینم از لباس رو بعد بهتون قشنگتر نشون میدم. خواهرم لباس تو بچه‌ها نشون بده. طراحی دختر داییم خیلی خوشگل و نازه. نوید رفته ماشین رو پارک کنه. من مندی رو بهتون نشون بدم. المراسم اینجا مثلا حالت تشریفاتی اماراتیه، مثل حالا اینجوری یمنی و اینا نیست، یه ذره کلاسیک تره برای اینکه مهمون بیارید و اینا، مثلا دور هم جمعشین خیلی قشنگه. بله باز اهلا و سهلا. بله ها سو بیوتیفول. لباسای خوشگلشون رو بهتون نشون بدم. پاته با بچه های یوتیوب. به به قهوه و خورما و به پیشواز مندی بریم. تhank you. شکرا مشکورا. بزن سلامتی خودم و خودتون، اونی که نیست. اوه چرس. موشی بد نگذره بهت. چه با کلاس، خیلی با کلاسید شما. عینک آفتابی زیر سقف جوجه موش کوچولو. او مای گاد. خواهرم هم که واو سو نایس. از قسمت اتاقا براتون بگیرم. سفره و استایل سنتی دیگه. چقدر بزرگه اینجا. بچه ها اینا همه منو هن. مرغ و گوشت داره، ولی خب اینجا اصلا زشته آدم مرغ بخوره به ماهی. من این یمنی احساس میکنم. نه یه تا کرعه صبحانه هم شما جا این تبوله است، یه سالاد عربی باحاله. من بچگیام خیلی اینو خوردم. این هم که سالاد مورد علاقه خودم، فتوش. قبلش هم که این گوجه میارن که عربا خودشون خیلی میخورن با مندی، و این ماست و خیار و دوغ محلی و این آب گوشت که یار موافق عاشقش شده. آب گوشت. قانونش اینه این غذاها رو باید با دست بخوریم بچه ها. این غذاها قشنگ باید با دست خورده شه. نوید فاطمه در چه حالی؟ موشی دیگه داری بس. موشی چت که تو چی شد؟ موشی میخوای موشی؟ بچه ها بعد از مندی قهوه و چای. قهوه عربی، یه قهوه عربی و کنافه. این کنافه خیلی خوشمزه است. یعنی چی؟ خود تعریف بود. خیلی عالی بود غذاش. متبلشو خیلی دوست. خواهرم یه غذای عربی هست متبل با بادمجون شبیه حمصه، اونو خیلی دوست داشت. من خیلی غذا رو دوست داشتم. اینجوری شد که دیگه خیلی هم اضافه شد. میخوام برم خونه فردا بخورم. کنافه و قهوه عربی هم که عشق منه. خلاصه که خیلی خوب بود. داریم میریم ابن بطوطه. خیلی از شما من گفتین که آنا برو ابن بطوطه فیلم بگیر برامون تولید محتوا کن. گفتم برم، شما با من بیاین.
بچه ها ما فکر کنم یه 40 دقیقه ای راه داشته باشیم سمت جبل علی ابن بطوطه. اگه تو مسیرمون شنیدیم حالا بعدش یا قبلش آیکیا هست، آیکیا رو هم بریم ببینیم و گفتم شما امروز همراه من بیاین بریم سمت جبل علی. بچه ها از دیره من فکر میکردم 40 دقیقه راهه ولی 20 دقیقه راه بود و تقریبا رسیدیم پشت این ساختمون ابن بطوطه. من خواهر شوهرم خیلی تعریف میکرد، میگفت تو 3 سال دبی ابن بطوطه نرفتی؟ مگه میشه؟ بعد خود شما بچه های یوتیوب خیلی ازم میخواستن که برم، گفتم برم ابن بطوطه رم ببینم دیگه. ابن بطوطه ندیده از این دنیا نریم حداقل. خواهرم هم که عادت قهوه داره چون توی سالن کار میکنه بندر. الان توی چرتی؟ حالا میریم تو ابن بطوطه یا ایکیا یه آیس کافی میزنیم، یه آیس ماچا میزنیم با کوکونات میلک. بوشی کوچولو در چه حالی کوچولو؟ Everything is great حبیبتی. کلامونو باز کردیم، سردر گرفتیم از صبح مامونو بستیم. توی همین جاده جبل علی یعنی قبل از ابن بطوطه ما اومدیم سمت راست آیکیا، همون آیکیا بزرگه. نیومدم گفتم بیام خواهرم ببینه یه سری چیزا توی دبی انتخاب کردیم ببینیم اینجا قیمتش چطوره. اگه ارزششو داشت میگم شما هم بیاین حتما، اگه ارزششو نداشت میگم نیاین. این همه راه همون ایکیایی توی فستیوال دبی رو برین. ورودی آیکیا. آینه نگاه کنید چنده ناسا. این کموده چنده؟ نگوتم نه. تو نگوته 399 مطمئن نرو که این گرانه. چیدماناش کلا با مزه است. یکی از مبلایی که خواهرم انتخاب کرده اینه، با مزه هست. خدا چقدر کیوته کلا دکور ایکیا، آدم دلش وا میشه. با مزه است همه چی اینجا. خواهرم 100 ساله که عاشق اینه، همیشه میخره، یکی از دوستای شوهرش میبره دیگه بعد نمیگردونه. خیلی اینو دوست داره و خب به خونه آسان میاد، به خونه من نمیاد کلا. ولی توی تخفیفات رو تختی مورد علاقه‌مون پیدا کردم. خیلی مدلش قدیمیه، مامانم مثلا مال شب عروسیش این مدلی بود. دیدم از رنگش و مدلش خوشم اومد، خیلی گرون بود. امروز آف خورده بود 60 درهم خریدمش. این دوتا هم مثل لشکر شکست خورده اینجا نشستن دیگه. کلا چیز میزاش خوب بود، برای یه بار اومدن خوب بود، ولی خب قیمتاش مثل آنلاین بود، یعنی همون کنار خونم برم اوکیه. اینجا یه ذره دوره خب از من، مثلا 50% مبلا آف خوردن. یه کار مفید میخواد انجام بده، اینو بیاره پای کشیر.
کاش بتونه. وی ببین کلن خرابکاری کارشه. بچه اینا هم برای این کیسه‌های پلاستیکی خیلی خوبه، همیشه میخرم. چقدر شلوغه. مثل لامین یامال. نه یه تو فیلم بدید مارکر کاش نگاه کن. بچه ها موشی تعجبه، میگه این چسبیده بهش یا تکون نمیخوره. عزیزم تکنولوژی عزیزم. گفتم لباسای خوشگلم و اینجا بهتون نشون بدم. طراحی دختر داییمه، خیلی نازه. چقدر ویو ابن بطوطه مثل آتلانتیسه. الان از پارکینگ ابن بطوطه و این ویوی خوشگل. میگفتن خوشگله، من فکر نمی‌کردم تا این حد خوشگل باشه. داریم میریم توی خود مرکز. شبیه آتلانتیسه نیست؟ آسمان را برترم از 7 دنیا بگذرم. این ورودی بازاره، چقدر خوشگله. فکر کردم آسمون اصلیه. خیلی نازه اینجا. مرسی که گفتین بیام اینجا، خیلی خوشگله. ابن بطوطه خوش میگذره؟ دوست داری اینجا رو؟ اون فلاین تایگر رو بریم نگاه کنیم. نازن اینا. خدا چقدر اینو دوست دارم. یه ذره سایزش کوچیکه وگرنه خیلی کیوته. این هم خیلی بامزه است. خودت نقاشی میکشی، یعنی خودت این گیلاسا رو رنگ میکنی. فروشگاهی اصلا آدم دوست داره اینجا بمونه تا شب، تا فردا. یاد حافظ افتادم یه لحظه. بامزه. باز آمد بوی ماه مهر، بوی مهر مدرسه. استحال بازارش خوبه. این به حال وقتی میرم ایونت هدا بیوتی بزنم به گوشیم. میشی قطار سوار میشی؟ قطار سوار شی؟ بچه من این چند تا این مدل های کتوران رو بهتون نشون بدم چقدر ناز و کیوتن. خدا امیدوارم که خیلی راحتیاش نازه، خیلی بامزه. اینو ببین ساده چقدر کیوت. من اکثر این بلیز بامزه هم از اینجا میکنم. خدا ایتالیایی یعنی اینا بامزه، خیلی نازه. اینو ببین. خدا
کلا اصلا کتون آن بذار شلواراشو بهتون نشون. بعد اینا نیم تنه هاش عالیان. چقدر این کرمش خوبه. این نارنجی خوشم اومده خیلی. این تاپاش خیلی به من میاد. غزاله رنگ توستیش بهم داده. این غزاله بهم داده این مدل. بذار بهتون نشون بدم. تاپ خیلی خوشگله. خیلی تو تن خوشگله. من توستیشو دارم فکر کنم از غزاله گرفتم. اس باشه. یا اس یا ایکس اس نمیدونم. ببینم. اس. رنگ سبزش هست. کاش یه رنگ دیگه داشت. این سبزشه. این خیلی تو تن نازه. ناز من. این تنه ها رو میخوام بردارم. خیلی بامزه. باحاله اینجا. چه این برند مورد علاقه بابامه. عاشق این برنده. برای خودش، برای ما از بچگی همیشه ما این برند لباس داشتیم. رانگلر. خیلی باحاله. عاشق رانگلر بود همیشه. دوستش داشت. چهارخونه آستین کوتاه. نه برند مورد علاقه پدرم. اومدیم همزاراس. بعد چقدر این ظرفاش خوشگله. عصرونه خونی، چای خوری های خوشگل. خیلی بامزه است. خیلی دوستش داشتم. چه خوش رنگی این. چه اینا نازن. حالا همزاراست. خیلی چیزای خوشگل توش پیدا میشه. چقدر این خوشگله. وای خدای من. خیلی ناز و زیبایی شما. واو 3200 بوده 2300 شده. خیلی خوشگله. اینم خیلی نازه. این میز چوبیایی که دنبالش بودم. کلاً تو همزاراس خیلی چیز میز پیدا میشه. Stop announcement requesting vessel. Please proceed to CS. Vessel to CS, please. Thank you. اینام نازه. مثلا سبکش مثل دولسگاباناست. خدا خیلی چیزاش نازه. ظرفاش عاشق این پرده شدم. دعا کنید برم زود زود خونه جدید با هم بیایم کلی خرید. اوف دلم لک میزنه. مثلا این پرده خیلی خوشگله. خیلی خوشگله. روش یه والون خیلی ناز بیاد. چقدر از سبکای همزاراس خوشم اومده. که تو بخوای قشنگ یه حالا از ساده نخری اونقدر مجلسی هم نخری.
خواهرم دیگه فکر کنم با این صندلای سنتیش پاش داره کنده میشه. خسته نباشی دلاور. کی خسته است؟ دشمن. خیلی خیلی من واقعا از سبکای همزاراس خوشم اومد. چقدر از لوسترش خوشم اومد. ببینید چقدر نازه. همه‌شون خوشگلن. هرچی توش هست یعنی یه جوریه که به کار میاد. من سالها بود همزاراس نرفته بودم. خدا این آبی زردش هم خوشگله رو تختیاش. آبی زردش هم نازه. کلی رو تختی داره. اینجام آبی، این آبی با این گلم هست. این گلم هست. تختیاش هم همه ناز و خوشگلن. بچه‌ها در کل مرکزش اینجوریه که بگی یه برند خاصی داره و به خاطر این برند باید بیام، نه. برای اینکه بیای با حال حس و حالش بچرخی، کلا دکور حال و هوای خوبی داره دیگه. من میگم که خیلی خیلی تعریف میکردن، دوست دارم بیام. کلی فلکه داره که از این چیزای دستساز هندی وسط فلکه است و خوبه. بولینگ داره. کلا برای یه بار اومدن به نظرم ارزش داره. خب بچه‌ها ما KFC خوردیم و آقای فاتح اومد دنبالمون بریم خونه. میخوایم کم کم باهاتون خداحافظی کنیم. مرسی که امروز همراه من بودید. کلی بهم خوش گذشت. اینم از فضای بیرون ابن بطوطه مال. کلی خوش گذشت. بچه‌ها عاشق عکس آسانسوری هستین؟ ولی این عکس نیست، این خداحافظی و بچه‌های یوتیوبه. ساختم خداحافظ.